اومدیم با پنالتی اینتر میامی نشویل، اما اول مسی میذاره در نشویل. به 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 به. این پنالتی دوم اصلا باشید داوید آلابای مناطق آمریکا زده. خب بریم پنالتی تیم نشویل. به مسی چهره زیبایی. خود مسی زاویه مخالف از خب شما 10 میزنه و گل توی دروازه. زاویه مخالف میره سمتش، احتمال توپ گرفتنش هم کم بود. سرخیو بوسکتس از تجربهش استفاده میکنه، بوسکتس و گل. این بازی جام داره، هر کی ببره جام اف ای کاپو میزنه شمارش میری. اسمش نمیدونم بچه، گفتم اف ای کاپ. بله بسم الله الرحمن الرحیم. حالا لئوناردو کامپانا به به میزنه وسط به زمینی و خیلی مسلط اینو گل میکنه. باریکالله گل پسر. شماره 27 شماره 20 کالندر و نمیگیره توپو. شماره 31 نمیشناسمش، میزنه و نزدیک بود بگیره. وای بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا این وسط به اف سی زیاد واسه میکنه اینا شما. و مسلط میزنه. شماره 13 و میرینه توی خاره توپا جر میده. گوبازی دهن من میدونم تاش چی میشه. احمق. البته همتون میدونین ولی خب شماره 9 میزنه و زاویه مخالف. 5 دقیقه بشه. این بنده خدا فکر کنم شوردیو. شماره 27 توماس آویلس فکر کنم اسمش. چه گلی هم میزنه. بسم الله. پیتر چک مناطق داشون فکر شوردیو داره میره. شماره 18 میزنه و اوف. دروازه نشویل پیتر چک مناطق گل زده. خب شماره 18 جوردی آلبا. به شماره 30 هم پوشیده، لباس صورتی خوشگلی. به شماره 2 این چپه، اینو گرفته. به چپ. اصلا اینا میرفت نمیتونست بگیره. همه دارن پنالتی ها رو خیلی حرفه‌ای میزنن. شماره 8 نمیشناسمش و گل. فکر کنم آرژانتینی تیم اینتر میامی هستش، اون بازیکن جوونه. میزنه وسط، خواهش داده چیکم قوس بده، اون زمینی زد وسط. شماره 3 اینو گرفته، نگرفت متاسفانه. به این پنالتی های اینتر میامی میزنه و توی دروازه گل. چه گلی. پیتر چک منطقه محروم به زاویه مخالف برید میزنه و توی دروازه زاویه موافق. به در انقدر محکم زد نتونست بگیره. شماره 2 میزنه و توی دروازه. این بنده خدا کاپیتان قبلی اینتر میامی بود قبل از اومدن مسی. لوئیس سوارز هم مصدومه، میزنه و گل. لوئیس سوارز اینجا تو چیزام گل. شماره 14 هم گل میکنه. بله چه پنالتی های حشریه. من نمیدونم چنده ولی آخریش این کالندر چی زد. آخرش تو بگو رفیق. به میرم سراغ آخریش، میزنه دروازه توی دروازه نمیشه. و اینتر میامی قهرمان لیگ کاپ آمریکای 2024. یک جام